کدام جای درد میکنه؟ امام چه قسم سوال میپرسم. 4 طرف تا آتش گرفته بود. ده قصه من نمیشتی خدا نجات میدادی. تمامش به خاطر من شد. ای چه قسم گپ است که شما میگن خانم سلطانه؟ دوای مریضی تا نوردیم خانم. باده خانجی اغلو را میپالیدم. متاسف هستم آقا، به خاطر وخیم بودن وضعیت نام خصوصیات بعضی مریضا به ما داده نشده. تو بکدیم خدایا این چه قسم گپ است دیگه؟ فعلا فقط نام زخمیای شدید آوردن آقا. حتما در اولین فرصت اسم خصوصیات مریضا را به ما خاطر رساندن. باز وقت برتون کمک کده میتونه. خدا لعنتت کنه. خانم پرستار، در بین مریضای سوختگی باده خانجی اغلو ما است؟ نه خیر آقا، فقط میفهمم که مامان والی صاحب تحت تداوی هستن. خب چطور میتونم پیداش کنم؟ از بخش معلومات بپرسین. اما اونا از این چیز خبر ندارن. به خاطر آتش سوزی عروسی کل ما بسیار عجله داریم. مریضا به نزدیکترین شفاخانه ها رسانده شدن. ما کار که از دست ما میاد انجام میدیم. درست است. پدر محمد تو اینجاستی؟ امام تو را میپالیدم بچه. دقیقش نباش پدر، من خوب هستم. شما چی حال داره؟ خوب هستم. میفهمین باده کجاست؟ تمام مشکل تو با باده است. خانم بیادر تو یوسف. باده را دیدین یا نه؟ نه میفهمم بچه. محمد خان، باده خانم میپرسیدین؟ بله تو دیدی؟ پیش از رفتن به محفل اونا در قصر بودن. گفتم شما نمیرین. گفت سرم درد میکنه، من رفتن نمیتونم. راست میگن محمد خان. خدا را شکر که با عروسی هم نرفتن. در شفاخانه نیستن. شفا باشه کاکا جان. منور با تو رسیدگی کردن؟ بله رسیدگی کردن. خب باده را دیدی؟ نه ندیدیم. در محفل معلوم نمیشد. اگه اینجا می بود حالا خبر می شدیم. شاید تو را در کدام شفاخانه دیگه بردن. موبایل خودم جواب نمیده. من دیوانه خواد شدم. من خوب هستم. عاجل اینجا یک اکسیژن بیارین، زود باشین. وضعیتش چطور است؟ تشویش نکنین، هر چیزی که از دست ما بیای انجام میدیم. میشه برام بگین که خانمم چطور است؟ من خوب هستم دکتر، بس کنین. میخوایم برم، بس کنین. من خوب هستم. لطفا مشکل ایجاد نکنین. من خوب هستم. بس هست. بس کنین. من خوب هستم. چند دفعه بگویم بس کنین. تو خوب هستی؟ من خوب هستم. میخوایم از اینجا برایم، از اینجا برم. اجازه دادن همت. دود زیادی را تنفس کردیم، بس صحتتان خوب نیست. اکسیژن گرفتنتان حتمی است. درست است فهمیدم، اما من میخوایم برم. درد میکنه، بس کنین زیاد دیگه. اصرار نکن، هواگپای دکتر خوشینیدی. بان کار خود انجام بده. میخوایم برم، میخوایم از اینجا بیرون برم. یلماس تو میخوای حال کجا بری؟ فعلا از جان تو کرده چی بارزش است؟ هوا هر کاری که داری بگو من حل میکنم، اما تو فقط استراحت کو، با گپای دکتر گوش بده، خواهش میکنم. یلماس من از یوسف هیچ خبری ندارم. نمیفهمم که حالا در چی وضعیتی است. باید او را پیدا کنم. لطفا درکم کن. لطفا بشینین خانم هوا. من میخوایم برم. دکتر جونیت لطفاً به اتاق عاجل تشریف بیارین. عجله کنین، مریض وضعیتش وخیم است. پدر
چشمای خدا باز کرد. یوسف تا داخل است. گفتم یوسف هست. تو را چی ها؟ کارایی که برش کردی کافی نبود کال با دیدن شما اومدی؟ دیگه حق نداری که نامش بگیری، فهمیدی؟ یوسف خانم محترم میشه بیرون شوین؟ اینجا منتظر بودن نمیتونین. خارج شو. از ما و از زندگی ما خارج شو. گفتم خارج شو. چی میشه؟ یکیتان برام چیزی بگوین. ولی واسه خدا برام جواب بدین. یوسف کجاست؟ یعنی شما از اون خبر ندارین؟ میبخشین من یک مریضه. میشه شما بگوین؟ خانم پرستار یک سوال دارم. عاجل هست، عاجل. یک مریضم میپالم. یوسف خان جیوغلوره. از آتش سوزی بیرونش کردن. باید اینجا آورده باشنش. هوا مادر، دخترم. مادر خدا را شکر که تو را چیزی نشده دخترم. تو خوب هستی جان مادر؟ به خدا بسیار ترسیده بودم دخترم. پدر وقتی تو را در آتش دیدم کم بود که دیوانه شوم. مادر شما خوب که تو را چیزی نشده دخترم. بدونی که ما را خبر بدی میخواستی عروسی کنی. بیازو پیش از اینکه آتش سوزی شوم من غرق آتش و دود شده بودم. شما خوب هستی؟ من خوب هستم. خدا از آقا رشید راضی باشه. او ما را از داخل آتش نجات داد. شما چی پدر خوب هستید؟ ما هیچ کمک نکردیم اما تو جریفه خانم. وقتی یلماز تو را بغل کرده بیرون برد بعد از او شما را گم کردم. پالیده کم بود که دیوانه شوم. اما خدا را شکر که وضعیتت خوب است دخترم. من خیلی میفهمیدم که کجاستم مادر. تمام وجود من دود گرفته بود. مامم اینجا به اوش آمدم و چشمای خود باز کردم. برات گفتم نه که یلماز در کنارت بود. حتما او تو را عاجل به شفاخانه رسانده. خداوند از داماد ما راضی باشه. هوا تو خوب هستی؟ خوب هستم. چیزی نیست. خوب با خوب هستم گفته. خوب نمیشی. باید عاجل پیش دکتر بری. ببین دخترم سر پای استاد شده نمیتونی. متوجه خود باش. خوب هستم مادر. من میخوایم یوسف پیدا کنم. تو هنوز از وضعیتش خبر نداری؟ نام یوسف پیش من نگی. از تو دور و به جهنم نزدیک باشه. تمام این بلاها به خاطر او سرت نامده؟ ها؟ دروغ میگم. تو خود گفتی خلاص شد. حالا تو دیگه عروسی کردی. یوسف دیگه فراموش کن. همراه شوهرت یک جای زندگی جدیدت آغاز کن. دخترم بیبی به خاطر تو جان خودت در خطر انداخته. تو را از آتش نجات داد. دیگه درباره او آدم فکر نکن دخترم. فکر کردن درباره یوسف بان دیگه. هوا بخیر دخترم. بخیر. بیا که پایین بریم. زود شو رمزی کمک کن. زود شو. تو کجاستی باده؟ مرا بسیار خوش ساختی. دویده اینجا آمدم. پس آماده هستی؟ یعنی به خاطر یک زندگی جدید. سالون که پر شد باز من برات خبر میدم. تو فعلا همینجا منتظرم باش. من زود پس میارم. مرا زیاد منتظر نمون. محمد خان
بادر پیدا کرده تونستین؟ نه خیر. امروی گروه محل آدرسام گپ زدم. دیدم کسی در داخل نمانده. اتفاقا به خاطر خاموش کردن آتش خواستیم. از دیگه شفا خانم پرسیدیم. متاسفانه خانواده اسمشان ثبت نشده. اگر شما نفهمین پس ما چی بفهم که کجاست؟ شما را درک میکنم. حق به جانب هستین. اما ببینید که ما هم تلاش خودم میکنیم. کوشش میکنیم که تا چند سال دیگه پیدایشون کنیم. موقع وقت ندارم که منتظر شما باشم. گوش کن. این که اوضاع چقدر خراب است اصلا برام مهم نیست. اگر لازم باشه تمام اتاقا را دیده بادر را برام پیدا میکنی. همیشه کم صبر کنین محمد خان. تنها شما منتظر خبر اقارب خود نیستین. اعصاب مرا خراب نساز. بادر خانجی اغلی را پیدا کو. خدا لعنتت کنه، مرا فریب دادی. دیگه هوایی وجود نداره. دیگه هوایی وجود نداره. فقط من هستم. من و تو طفل ما. همون تو نیست طفله؟ من و تو و پدرت بسیار خوشبخت خود شدیم. حتما پدرت به قدم زدن بیرون رفته. وقتی آمدی خبر خوش هر دیگه برش میتیم. وقتی بفهمه که دیگه بین ما کسی آمده نمیتونه، او بسیار خوش خواهد شد. بس از یادگاه می نوشی. بس است. بیازو شما را به زحمت ساختین. خواهش میکنم جان ما. اگه خوب استی من یک بار پیش خواهرم رفته پس میایم. درست است. برو پس بیا، مرا فراموش نکن. خدا نخواسته نفسم نبرای. اگه ای را بند کنی صدایت قطع میشه، اما نفس گرفته میتونی. درست است؟ من دیگه رفتم. کجا میری هوا؟ میرم مادر. نه خیر هوا، بعد از این هر گپه که من بگویم همو رو انجام میتی. این وضعیت خدا ببین، نفست بند میشه دختر. بگی آب بناش. تو چرا گپی را قبول میکنی؟ بگی و ای را پیش دکتر ببر. خاله دکتر دید و ماینام کرد. خواست برش اکسیژن به تنبا. اما ماما نداره. فقط که تو شوهرش نیستی. اگه لازم باشه به زور از دستش گرفته ببرش. تو همه قسم از دختر مواظبت میکنی. مادر شما چرا این قسم گپا میزنین؟ هرچی که لازم بود یا لباس برام انجام داد. گفتم که من خوب هستم. اگه خوب هستی پس چرا مثل آدم هوشیار رفتار نمیکنی؟ به جایی که درباره خود فکر کنی درباره کسی دیگه فکر میکنی. که فکر میکنم. میگن وضعیت یوسف خوب نیست مادر. من باید اون رو ببینم. تو را چی؟ تو متوجه خود باش. میخوای ببینه که یوسف خوب است یا نه؟ این بیادرش است. بلیاز خدایی نمیکنین مادر. هوا بیبی اگه یک قدم دیگه بانی تو رو نمیبخشم. باز هر کاری که خواستی انجام بده. باز بین شما چی گپ شده ها؟ از یلماس بپرس. از اینکه قسم آرام شیشته حتما کدام چیزه میفهمه. شریفه خانم هوا خودش میفهمه که چی بد است و چی خوب. یعنی که شما حق به جانب هستین، همونطور است؟ خواهر اونجا مثل روز محشر شده بود، کسی نمیفهمید که چی میکنه. تو چی گفته میری؟ باندگه بلیاز خدا سلطانه. هر روز شما محشر وریست. خدا میفهمه باز چی نقشه دارین. بچم تو خانم خدا تنها نمان. برو بیا خواهر جان کمی آرام باش. یک چند دقیقه اینجا بیشی و راحتی نفس بکش. توبه توبه. خواهر کجا میری خواهر؟ تو رو میگم.
کجا میرین؟ کجا میرین؟ براتون چای آوردیم. با دیدن تو به خانه تابستانی آمدم اما نیستی. چند روز است که حتی صحیح گپ زدن نتونستم. در اینجا منتظرت هستم. بفرمایید شفاخانه پارک است. شام بخیر. من میخواستم یک چیزی بپرسم. بفرمایید خانم. فکر میکنم یک آتش سوزی رخ داده. به شفاخانه اطلاع داده شده؟ بله خانم. در نزدیک جاده مصطفی پاشا یک آتش سوزی رخ داده. به خیالم که خانجی اغلو هم در اون محفل بودن. درباره زخمی ها میتونم معلومات بگیرم. من یکی از نزدیکانشان هستم. شما را درک میکنم خانم محترم. اسامی زخمی های تازه به دست ما آمده میره. یک خانم از اعضای خانجی اغلو بسیار وضعیتش وخیم است. گفتن که صاحب محفل بوده. دکترها با ما همه قسم گفتن. فکر میکنم وضعیت یک مردشان هم بسیار وخیم است. درست است. زنده باشین. داخل رفتن نمیتونن خانم. لطفا من اجازه بدید. داخل شما ممنوع است. خانم گفتم که داخل نرین. اجازه نیست. بسیار زیاد دود تنفس کرده. زخمای وجودشان بسیار عمیق است. وضعیت فعلیشان هیچ خوب نیست. جگرشان زیاد صدمه دیده و یک ضربه در سرشان خورده. متاسفانه ما چیز گفتن نمیتونیم. دکتر احمد لطفاً به شعبه معلومات تشریف بیارین. اما خوب میشه دکتر سگنی. ما کوشش خود انجام میتیم اما بازم به مقاومت مریض بستگی داره. اگر به اوشان بیایه ما دوباره او را بیهوش میسازیم. با خاطر که تحمل کردن درد زخماش ناممکن است. خب حال چی خود شد؟ یعنی قوی باشین یلماز خان. اول تر از همه باید مشکل مغزش حل کنیم. اگر موافق شویم به زودی به تداوی شروع میکنیم. برای فعلا براتان همه قدر گفته میتونم. بازم شفا باشه. پدر چی بشه خدایا پدر ما چیزی نشه. تو ده اینجا چی میکنی ها؟ شفا باشه. خانمت در داخل چی میکنه؟ همه قدر کافی نیست که حاله بچه ما را در بسترم راحت نمیمانه. تو اینجا چی میکنی ها؟ بیرون شو. همیال از اینجا بیرون شو. یوسف راحت بان. بچه ما را راحت بان. تو از حد خود مگذری. من هیچ جایی نمیرم.
تو را بگم بیرون شو از اینجا خانم. گفتم جایی نمیرم تا یوسف چشمای خود باز نکنه. هیچ کدامتون بر از اینجا بیرون کردن نمیتونه. دیگه باز اول فکر میکدی اگه اینقدر دوستش داشتی باز برای کس دیگه عروسی نمیکدی. درست است هوا. گوش کن چی بگم، اینه بگی و از اینجا بیرون شو. شما اینجا چی میکنین؟ اینجا مراقبت های جدی است. حالا دیگه بیا که بریم. هوا بیا که بریم دخترم. من هیچ جایی نمیرم خاله. آنوزا میگم بزنه. کاکا جان لطفا آرام باشه. اگه همیال بیرون نرین پلیس میخوایم. همیال بیرون شو. دیگه نمیخوایم که شما را نزدیک خانواده و بچه خود ببینم. خانم خدا بگو از اینجا بیرون شو. حالا بیا من خانم کسی نیستم. فهمیدین؟ ما همراه هیچ کس عروسی نکردیم. بغیر از یوسف هیچ کس دوست ندارم و نخواد داشتم. این فقط خداوند میفهمه. نمیخوایم بدون یوسف به زندگی خود ادامه بدم. عروسیم دروغ بود. من فقط نقش بازی میکردم. ازتون خواهش میکنم منو درک کنی. من این کارا رو فقط به خاطر ناراحت ساختن یوسف کردم. اما این میفهمید. آمده بود که مرا همراه خودش ببره. من هیچ وقت نمیخواستم که این قسم شد. هوا دکتر بخواین زود باشین. هوا دختر من چی شده؟ لطفاً در بیرون منتظر باشین. او دختر من است. لطفاً خانم با ما مشکل ایجاد نکنین. شریفه به دکترها اجازه بده که کار خود انجام بده. داماد تو هم بیا. دکتر صاحب کس از این موضوع خبر نداره. دختر معامل است. هر دوایی که برش میتن متوجه طفلش باشه. طفل چند ماه هست؟ چی بفهمم؟ کم از کم 3 یا 4 ماه هست دکتر صاحب. دخترم لطفاً من دخترم از اینجا ببرین. میبرمت یک دانه. تو یک دفعه خوب شو. من تو را از اینجا میبرم. درست است؟ یوسف چیزی نشه خاله. خدای نخواسته برای تنها نمانه. نمیشه. هیچ چیزی نمیشه دخترم. تو تشویش نکن. تو خوب شو. من تو را خودم پیش یوسف میبرم. درست است یک دانه؟ چرا این اتفاق افتید؟ چرا ایتو شد؟ چطور به این وضعیت رسید؟ وقتی که آتش سوزی شد تو به یاد داری؟ یوسف هر کس بغل کده بیرون میکرد کلگی را نجات میداد. هیچ دقیقه خود نشد. داخل همیده را بیرون میکرد که یک بار سقف سرش چپه شد. اما حال خوب است. بعد از او تمام جای آتش گرفته بود دختر. تمام جای. فکر میکردی که او آتش از دهن کدام اژدهای بزرگ بیرون میشه. هیچ کس از جای خود تکان خورده نمیتونست. دو اسنا خواست که فرار کنه که شعله آتش زیاد شد. تمام جای دود گرفته بود. هیچ کسی که دیگه خود دیده نمیتونست. یک نفر از دود جیغ میزد و دیگه از آتش هر کس در تلاش نجات دادن خود بود. تو وقت بیهوش شدی. قبل از به زمین افتیدن یلماس تا در بغل بیرون کرد. تا از اونجا بسیار زود بیرون کرد. کالگی در غم جان خود بود. نمیفهمیدن که چی کنن. حیران مانده بودن. یوسف هم دروازه را پیدا کرده بود اما باز نمیشد. به خاطر که شعله آتش زیاد شده بود. به هر صورت قابل باور نیست با یلماس یک جا شده بود. تمام شیشه‌های راه عقبه با هم شکستاندن. کل مردم از اونجا بیرون شدن.
بالاخره یکی از کسایی که بیرون شده بود تانست دروازه را باز کنه. مردم بیرون شدن فکر میکردی که روز قیامت است. کسی سوخته بود و کسی آن بدون وقفه سرفه میکرد. خداوندی روزه سر دشمن آدمام نیاره. از یک طرف سرسوختگی آب مینداختن، از طرف دیگه به شفاخانه میرفتن. قیامت بود، قیامت. دو وقت یلماز خان حمیده گفته به چیغ زدن شروع کرد. ای که او خرس کجا افتیده بود کسی نمیفهمید. وقتی یوسف صداشو شنید صبر کردن نتونست. هرچی نباشه مادرش است دیگه. نه به گپ ای گوش داد و نه به گپ او خود آتش انداخت. چند لحظه بعد حمیده را بغل کرده آورد. یلمازم رفته حمیده را از پیش یوسف گرفت و با هوای تازه بردش. همین که یوسف میخواست بیرون شود سقف سالن سرش چپه شد. همگی چیغ و فریاد زده سهلش میکردن. کل ما بسیار ورخطا شده بودیم. یلمازم میدیدی به خاطر نجات بیادر خود با سرعت طرف دروازه میدوید، اما متاسفانه دروازه بسته شده بود. تمام جای دود و آتش گرفته بود. از دست او بیچاره چیز نامد. خوب شد که اطفایه رسید و یوسف از اونجا بیرون کشیدن. امکان داره خانم کاکایم فلج بانه؟ دعا کنیم که انشالله او قسم نشه. تو چطور این کار کردی؟ چطور این بازی را انجام دادی ها؟ میشه بگویی که هدفت چی بود؟ اگه هدفت پیسه بود برام میگفتی تمام جایداد و زمینای خود برات میدادم. کافی بود که بچه ما راحت میماندی. یک دقیقه کاکا، کدام بازی؟ دیگه چی میکردی؟ هر دوی اینا همراه هوا هم دست شده بودن. این نکاح و عروسی کلش یک نقشه بود. تمام هدفشان انتقام گرفتن از یوسف بود. تو و خدایا، آفرینت. شاید حال خوش شده باشی و به هدف خود رسیده باشی. با این نقشت بیادر خود و خون خود خاصی از بین ببری.
فکر کردی اگه یوسف چیزی شوه باز با چی قصه عذاب وجدان زندگی خواد کردی ها؟ تو اینجا چی میکنی؟ خدا لعنتت کنه یلماز خان. بخیز بفهمم که گپای من بشنوی. چشمای خدا باز کو. باید داری وقتی من یک قسم خوابیده بودم مرا با سیلی زده بودی؟ حالا ما میتونم انتقام خود ازت بگیرم حمیده خانم. بچه ده اونجا با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. چرا نماندی که ما به هم دیگه برسیم؟ تو بسیار یک زن پست هستی، بسیار بی‌وجدان هستی. تو چی قسم یک مادر هستی؟ خداوند خودش لعنتت کنه. آرام باش هوا. تو از بین میری، یوسف از بین نمیره. او از بین نمیره. یوسف زنده خواهد ماند. شما اینجا چی میکنین؟ چی گپ است؟ کدام گپ مهم نیست خانم پرستار؟ کدام گپ نیست؟ بس هست دیگه کافی است. باده کجاستی؟ برای چند بار زنگ زدم چرا جواب نمیدی؟ نشنیدم محمد، چرا قدر وارخطا هستی؟ به نظرم خبر نداری. با از بیرون شدن تو قیامت برپا شد. یک چیز بگو، تو خوب هستی نه؟ نه که تو هم زخمی شدی. نه من چیزی نشده، خوب هستم. وای یعنی محفلشون با آتش خلاص شد. خانم هوا بسیار جگر خون شده باشه. ما شوخی نمیکنم، وضعیت بسیار جدی است باده. تو جدی میگی؟ خب پس کیا زخمی شدن؟ هوا در شفاخانه است. کاش از بین میرفت. ما را به هوا چی ها؟ گوش کن، تکت را گرفتیم، درست است؟ هر جا کسی برم بگو که پشت بهم. تکت چی؟ اول گفتم با موتور میرم، بعد فکر کردم با هواپیما زودتر میرسیم. دزم حالا که همه گده شفاخانه هستن از رفتن ما خبر نمیشن. تا که خبر شون ما و تو بسیار دور رفته زندگی جدید خود آغاز میکنیم. یوسف کجاست محمد؟ در خانه تابستانی آمنست. شاید از آتش سوزی خبر شده و شفاخانه آمده باشه. تو همراه او چی کار داری؟ میشه درباره یوسف گپ نزنیم؟ ما و تو یک تصمیم گرفتیم که به زودی یک زندگی جدید آغاز میکنیم. کاملا یک زندگی جدید. اما تو نیست باده؟ باده خدا لعنتت کنه. محمد بعد در حال نمیخوایم چیزی بشنوم. گوش کن چی میگم. با دقت گپای من گوش کن. بیبی در یک طرف خانم کاکایت که وضعیتش بسیار خراب است، در طرف دگام یوسف همراه مرگ دست و پنجه نرم میکنه و تو پشت گپای ناممکن میگردی محمد. پدر نمیخوایم در مورد گپ همراهیم گپ بزنی، بس است. پلیس ها گفتن که یا آتش سوزی را که ما حادثه فکر میکردیم یک سوی قصد بوده میتونه. چطور یعنی قصدنی آتش سوزی را برپا کردن؟ یک خانم خواسته اظهارات بده. فعلا پلیس اظهاراتش گرفته میره. بعد از او هم اظهارات ما را خود گرفتن. دکتر هاکان به بخش جراحی. دکتر هاکان به بخش جراحی. داخل آمده میتونی. خداوند از شما راضی باشه. زنده باشی.
زندگی. یوسف، چشمای خودت باز کن. قربانت شم، چشمای خودت باز کن. نمیخوای چشمایت باز کنی یوسف؟ میخوای مرا تنها کنی؟ من خود تمام زندگیت بودم. تو هم تمام زندگی بستی. لطفا نرو. من برات گفتم نتانستم. دمت میم طفل تو را پرورش میدم. این طفل از هر دوی ماست. هنوز بسیار خورده است. تا که بزرگ نشده ما را تنها نمال. قبل از پدر گفتن او جایی نرو. لطفاً نرو. پشت خودت دور دادم. ما را اعلان نکن. ما را تنها نمان یوسف. بچه برتان چای آوردم خاله. زنده باشی بچه. بشی. کاکا رشید چطور است؟ فعلا خوب بیهوش از یلماز بچه. سوختگیش همی قسم ما به ما گفت خوب هستم. دیگه چیزی نگفت. دعا که خوب شو. ما بسیار خسته شدیم. باید همیشه قوی باشیم. گاهی وقت نزدیکترین دوستای ما به درد ما نمیخورن. به خاطر همی باید در اطلاعات بیشتر قوی باشیم. بدون ترس و تردید. هوا هنوز پیش یوسف است. طرف مسئله کو بس است دیگه. از بیادرم دور باش. این قسم نگو منور. حداقل تو خو مرا درک کن. چی را درک کنم؟ ها؟ این وضعیت ما رو ببین. از روزی که تو در زندگی بیادرم آمدی حتی یک روز خوشم ندیدیم. هوا تمام خانواده ما رو از بین بردی. بس است دیگه. من یوسف بسیار زیاد دوست دارم. از اینجا برو. اگه با زیان باشه با کسی دیگه عروسی کده نمیتونی. تو این گپم میزنی منور. گفتم از اینجا برو. از اینجا برو. مام گفتم که یوسف زیاد دوست دارم. بدون یوسف در مورد هیچ کس فکر کرده نمیتونم. تا مرگ فقط از او خواد بودم.
مرگ یاد نکن. نام مرگ در اینجا نگی. از اینجا برو دختر بد قدم، برو. درست است. درست است. برو برو، ما بیادرم ما تنها بار. درست است. ما هم در اول حادثه فکر کردیم. اتفاقا فکر کرده بود که فقط یک حادثه است. اما گفته های گرگت خانم ما را به شک انداخت. یعنی چی که شما را به شک انداخت؟ شما میگین که حادثه نبوده؟ شما در اظهارات خود قبلا گفته بودین که دروازه خروجی بسته بود. حتی به خاطر امی گپ شما نتانستین که بیرون برین. بله بله، ما از طریق شکستاندن یکی از شیشه های کلکی نتانستیم بیرون برایم. بعد از او کس از بیرون دروازه را باز کرد. دروازه به خاطر آتش سوزی بسته نشده بود. کسی قصداً دروازه را بسته کرده بود. شاید یکی از اعضای خانواده تان باشه. یعنی آمر صاحب، این قسم یک کار امکان نداره. شما میخواین بگین که اون نفر از اعضای خانواده ما است، با ما دشمنی داره و از این موقع استفاده کرده، دروازه را بسته کرده و سالون با آتش زده. منظورتان همی است؟ امکان نداره. امکان نداره این کار کسی قصداً انجام داده باشه. پس یک جنایت بزرگ است. میخواسته کل ما را از بین ببره. یعنی ما به می دلیل این قضیه یک جنایت میپنداریم و به خاطر می گپ باید دوباره اظهارات خانواده تان بگیریم یلماس خان. البته هر کسی که باشه باید عاجل دستگیر شوه آمر صاحب. هر کاری که مربوط ما میشه انجام میتیم. ما حتما همراهتون همکاری میکنیم. کافی است که او قاتل ظالم و بیرحم هر چی زودتر دستگیر شده و به سزای مال خود برسه. با تشویشتان بودم. حال چطور هسته؟ یک انسان که بار بار از پشت سر خنجر خورده باشه چه قسم می باشه داماد؟ ما هم همو قسم هستم. از تشویش زیادی گپا را میزنه داماد. بیچاره کم غم خونه دیده، تمامش فراموش خواد کرد. این چه قسم یک نفرت است ها؟ این چه قسم انتقام است؟ این فریبکاریا و بازیایتان بس نبود که خواستین آتش سوزی را برپا کنین. چرا این کار کردین؟ چی؟ شما چی گفته میرین ها؟ کسی قصدن کار انجام داده؟ همون نفر است محمد خان. زنده باشی. خوب شد که حادثه از سرتون به خیر تیر شد. بگی. ما تو را نشناختیم بیادر. بگی بیادر. ما محمد خان جوغلو هستم. یعنی یکی از اعضای خانواده خان جوغلو. چیز قابل ترس نیست. با همکاری تو شخص را پیدا میکنیم که کار در حق خانواده ما کرده. البته تا هم به پاداش نخواد ماندی. ما چیزایی را که میفهمیدم با پلیس گفتم بیادر. برم گفتن تو دیدی که آتش سوزی خانم برپا کرده. بله بیادر، با چشمای خود دیدم که یک خانم ماشاءالله بد از داشت. دیگه چی دیدی؟
زود چی برم بگو. ما به خاطر سرویس غذا خدا باید وقتتر میرساندم. وقتی از موتر ماندم سرم ناوقت شد. به یک طریق خدا با محفل رساندم. دیدم کلگی آمده بودن. خواستم که داخل برم که یک خانم از کلکین طرف محفل صداش تو بسیار بر خطا شدم. وقتی که خواستم پیشش برم با مشعلی که به دست خود داشت پرده را با آتش کشید. من چیزی گفته نتونستم. بعد از اینکه سالون آتش زد به طرف جنگل فرار کرد. باز چرا از پشت او خانم نرفتی؟ میخواستم از پشتش برم اما از داخل همگی فریاد میزدن. من نخواستم که تعقیبش کنم. با کمک مردم رفتم. خواستم مردم نجات بتون بیادر. فهمیدم. حال اگه تو خانم ببینی میشناسی؟ نمیفهمم. درست چهرهش ندیدم. اما یک خانم سیاه‌پوش بود با موهای دراز.
یوسف یوسف نشناختی؟ محمد تو چرا مرا درک نمیکنی؟ چرا نمیفهمی؟ ده اصل تو مرا درک نمیکنی. کاملا بی تفاوت هستی باده. ما و تو چی تصمیم گرفته بودیم ها؟ چرا نمیفهمی؟ من در قصه هیچ چیزی نیستم. من بدون یوسف زندگی کردن نمیتونم. مرا دیوانه نساز. الهیم کو؟ فکر میکنی یک بازی است؟ چند ساعت پیش ما و تو درباره زندگی جدید خود گپ نمیزدیم؟ او قبل از آتش سوزی بود. خب حال چی تغییر کرده؟ او وقت هوا وجود داشت، اما حال شاید فردا هوا وجود نداشته باشد. تو چی گفته میری؟ هیچ زحمت نکش. میفهمم که هوا در حالت جان دادن است محمد. گفتی هوا؟ بله. دکترها هیچ کاری برش نمیتونن و بعد هوا واقعا از این دنیا میرن. از زندگی ما و یوسف خارج میشه. ما و یوسف هم تا ابد خوشبخت خواهد شدیم. در ضمن ای بار یوسف از هوا نفرت خواهد داشت، به خاطر که هوا به عنوان خانم کس دیگه و با تخلص کس دیگه به خاک سپرده میشه. بسیار جالب است. با تو که یوفت که هوا در حالت کوماست؟ با شفاخانه زنگ زدم. راست میگی؟ بله. تو هم به گپشون باور کردی. کاش که قبل از زنگ زدن به شفاخانه یک بار اومد زنگ میزدی باده. به خاطر که همیشه حقیقت از ذهنم همش نمیگم تو نیست؟ هوا زنده است. وقتی که من پیش تو می آمدم در شفاخانه بالای سر یوسف ساده بود. تو بر این دروغ میگی؟ تو با من گفتی که هوا در شفاخانه است. بله در شفاخانه است. نمیتونه به خاطر که یوسف در کوماس اونجا باشه؟ چطور؟ یوسف چی شده؟ گپ بزن احمق! وقتی یوسف خواست از خود قهرمانی نشان بده باز شدیداً زخمی شد. متاسفانه تا هنوز در وضعیتشان تغییری نامده. خونشان هم معاینه کردیم تا این مشکل حل بسازیم. اگر موفق شویم فکر نمی کنم فلج شوند، اما برای تداوی مغزشان آماده نیست. پس شو میخواییم پیش یوسف برون. پس شو نه که تو حقلت از استادی باده. کل تلاش پیدا کردن خانمه هستن که آتش سوزی را برای انداخته. پلیس از کلگی اظهارات گرفته میره. بجای که خدا پنهان کنی پیش یوسف روان هستی. او خود کاملا چهره من را ندیده. چی خود گفت ها؟ اگر تو را دیده بگویه که یمو خانمه است باز وقت چی خود کردی؟ حالا دیگه باید یوسف به هوا بسپاری. هرچی که میشه بان که شوه. تو تشویش نکن. از تو که بسیار خوب متوجه شوارت است. خب حالا من باید چی کنم؟ تا خوب شدن اوضاع باید یک جای خود پنهان کنی. تا او وقت من تو را از اوضاع با خبر میسازم. نمیشه. اگه پنهان شوم بیشتر سرم شک میکنن. در ضمن من باید شفاخانه پیش یوسف باشم محمد. یعنی میخوایی با دستای خود به زندان بندازی ها؟ حالا برو. فهمیدم که از پلیس نمیترسی. نه که از ما نمیترسی. ما و تو به یک توافق رسیده بودیم. نه که فراموش کردی. اما تو توافق نامه را از بین بردی. خوب اگه من
تمام گپایی را که میفهمم با پلیس بگویم باز وقت چی میکنی؟ من تو را بسیار خوب میشناسم محمد، بسیار خوب. اگه تو به فکر من نباشی اما به فکر طفلت هستی. به همین خاطر مطمئن هستم تو هیچ وقت طفل و مادرش به خطر نمیندازی. باز تو کی هستی؟ خواهرم و خانمی هستم که به خاطر پرستاری طفل آمده. یوسف خان؟ آقا تو دایی وقت اینجا چی میکنی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. هر وقتی که همراه شما مقابل میشم یک احساس عجیب پیدا میکنم. ستاره شکست زود باشه که رسو کن. کجاست؟ من خانه میبینم. از اونجا شکست زود باشه رسو کن. درست است آرزو فقط به تو ملکه میباشی. نه که من ملکه تو نیستم. آرزو کدی؟ کدو اما برات نمیگم. چرا؟ اگه به کسی بگویی باز قبول نمیشه. تو نمیفهمی جانم. باز در گوشه بگو که کسی نشنوه. میخوایم که مادر طفلت شو. یک طفل باشه؟ اما ما بیشتر از یک طفل میخوایم. کم از کم 3 طفل میخوایم. این قسم که از پس درست است. بزن ما میخواستم 3 دانه طفل داشته باشم. راست میگی. خاله
شما خوب هستین؟ میبخشین. بله خوب هستم. میبخشین متوجه نشدم. نه گپی نیست، گناهی ما بود. سرم کمی دور خورد. به نظر آشنا معلوم میشین خانم. قبلا هم دیگر را ندیده بودیم؟ فکر نمیکنم چون من شما را نمیشناسم. خوب شد بخیر گذشت. خدا فضل کرد. زنده باشید. روز بخیر. بعد از این درباره خوب بودن خوب نبودن من فقط میتونم یک نفر به تشویش باشه. همسرم آمدیم همراه خانمم زندگی کنم. تو یک آدم رازگوی و با صداقت است یا قرشی، اما بر ما هر فرصتی که داده شده از او سوء استفاده کردیم، یعنی به خاطر فایده خودم. باور کن من تو رو خوب درک میکنم، اما میخوایم برات یک گپ بگویم. من از روزی که تو را دیدیم و شناختیم در وجودم بسیار تغییرات میبینم. راست میگم وقتی در کنارت میباشم احساس آرامش میکنم. هر باره که طرفم سل میکنی در چشمایت نسبت به خود محبت میبینم. اگر نمیشرمیدم میگفتم که عاشقت شدم. خانم سلطانه، من واقعا میخواستم این گپا را از عمق قلبم باور کنم، اما خودتان به جای مبانین و بگوین. میتونستی به تو یک آدم بالایش اعتماد کنین؟ ها؟ خانم محترم میشه بیرون برین؟ محمد ما چی کدام محمد؟ لطفا از این بیشتر صدایتو بلند نکن. اگه او را چیز شوه، اگه بمیره ما میمورم. در مورد طفلت فکر که دیوانگی نکو باده. باده دخترم. مامور صاحب میخواه همراهت گپ بزنه. همراه ما؟ بله خانم باده. قسمی که خبر دارین در این قضیه ما یک شاهد عینی داریم. میخواستم در این بار همراه شما گپ بزنم. ما چی کردیم خاله؟ من به خاطری که سرم درد میکرد به عروسی ناوقت رفتم. بعداً با خانم حمیده کمی گپ زدم. باز وقت من از دیگه مهمانا پذیرایی میکردم، ناگهان فریادای مردم به گوشم رسید. کلکی چیق میزدن که متوجه آتش شدم. آتش دیدم و بسیار ترسیدم. حتی آرنج مام سوخت. شفا باشه خانم باده. نظر به دیگرها شما زخم کوچک برداشتی نمیتونی نیست؟ بله همونطور است. من در نزدیک دروازه بودم.
همین که باز شد اول من بیرون شدم. شما مطمئن هستین؟ یعنی یک از دروازه بیرون شدین؟ تا جایی که با یاد دارم گفتن که دروازه هیچ باز نشده بود. همه از پنجره بیرون شدن. تعداد کسایی که از دود مسموم شده بسیار زیاد است. جای تعجب است که شما زخم کوچک برداشتین. اشتباه است محمود. نباید این کارم میکردم. نباید دنبال انتقام میرفتم، اما نتانستم. صبر کردن نتانستم. موفق شدن نتانستم. زندگی کلگی را تباه کردم. خدا خودش جزای ما بده. حالا من چی کنم؟ یوسف با مرگ دست پنجه نرم میکنه. از خدا میخوایم که جان من بگیره و با او عمر دوباره بده. بس و چای دست زدیم که نباید دست میزدیم. ده عشق دروغ جای داشته میتونه. آدمیزاد میتونه تقدیر تغییر بده. این وظیفه ما بود ها؟ فلک چی اکسیلی برای ما زد. بعد از این لحظه اگه پشیمان باشیم چی فایده؟ اگه حسرت بخوریم چی فایده؟ زنده باشین، زنده باشین. بسیار تشکر. به خاطر حامله بودن بعضی اوقات فشارم پایین میآید. بازم شفا باشه. دخترم اگه خواسته باشی بعدا ادامه بدی ها؟ تحمل کردن اینقدر اتفاقات آسان نیست آمر صاحب. نه خیر پدر جان، زنده باشین. من ادامه میتم. در کجا بودیم؟ بله یادم آمد. من از دروازه بیرون نشدم. یکی از مهمانا در همون وقت شیشه را شکستند. همین که گفتم من حامله هستم برام اجازه داد که بیرون شوم. بعدا در اولین امبولانس مرا سوار کردن. محمد زنده باشه از مراقبت کرد. فهمیدم. خب کدام موضوع عجیب توجه شما را جلب نکرد؟ یا سر کدام شخص دیگه مشکوک نشدین؟ نه خیر، نه خیر متاسفانه. درست از خانم باده. بعد از اینکه اظهاراتتان تکمیل شد شما را به خاطر امضا کردن دوباره میخواهیم. امیدوارم کمک براتون کرده باشم. آمر صاحب امیدوارم که در این مورد توجه کنین. میخوایم زودتر مجرم دستگیر شوه. تشویش نکنین کاکا جان. مجرم با زودترین فرصت دستگیر میکنن. شما مطمئن باشین این شاهد عینی با ما یک شانس بزرگ است. مجرم دیر یا زود به پنجه قانون سپرده میشه. اگر دیگه کار نداشته باشین میشه ما به دیدن شوهرم برم؟ البته خانم باده. بازم شفا باشه. بسیار تشکر. زنده باشین. دکتر اپیک لطفاً با بخش جراحی بیاین. دکتر اپیک لطفاً با بخش جراحی. دخترم من به دیدن حمیده میرم. من پیش شوهرم هستم. بیا که چند دقیقه با هم گپ بزنیم. دستم اینا که محمد تو دیوانه شدی؟ به نظرت کدام ما دیوانه هستیم؟ گپای پلیس خوشنیدی اما تو نیست؟ پشتی موضوع را اعلان نمیکنن. فردا یا پس فردا وقت با شاهد عینی مقابل شوی چی میکنی؟ وقت بگوی کسی که آتش سوزی را برای انداخته بودم این خانم است باز چی میکنی باده؟ این کار میکنم میگم کار من نبوده. تو فکر میکنی به می سادگی نجات پیدا میکنی؟ ها؟ هوا وقت بفهمد تو مقصر هستی میفهمی چی میکنه؟ خاموش نمیشینه. میگه ای زن قبلا هم قصد جان مرا کده بود و هم با اسلحه.
باز وقت پلیس ها با تو اعتماد نمیکنن. میخوایی بفهمی که بعد از او چی خواد شد؟ تو را به زندان مندازن. بعد از او هوام با یوسف میرسه. بیا از او برش گفته که عروسیشان دروغی بوده. در بین اونا هیچ کدام مانعی باقی نمیمونه و این همه از برکت تو خواد بود. خدا لعنتش کنه. حالا من چی کنم؟ در این مورد باید قبلا فکر میکردی باده. وقتی برات گفتم پنهان شو پنهان میشدی. وقتی اوضاع آرام میشد فرار کرد از زندگی خودم میساختیم. اما به نظر من هنوزم دیر نشده جانم. گوش کن. من به تو کمک میکنم. اما تو هم باید به گپای من گوش کنی، درست است؟ کمک کرده نمیتونی. هیچ کس با من کمک کرده نمیتونه. من فقط تو را میخواستم یوسف. میخواستم با هم زندگی کنیم. هر دوی ما یک جای پیر شوه. خواستم دوستم داشته باشی. اما بیبی که چی شد؟ با دستای خود کل چیز نابود ساختم. چی میشد مرا دوست میداشتی؟ خواستم به قدر زیاد بود. برایم اجازه ندادی که وارد قلبت شوم. من هر طرفی که نگاه میکردم فقط تو را میدیدم. تنها تو را دوست داشتم. خواهش میکنم مرا تنها نمان. درست است بازم مرا برنجان از این روی برگردان. اما قسم تنهایم نمان یوسف. خواهش میکنم. یوسف
با پیوندتان یک چانس دگم بدین. کم دقیق تر فکر کن. باور کو او هم از گپش بسیار پشیمان است. لطفاً اصرار نکنین خاله. اگه یوسف واقعا از گپ خود پشیمان می بود، باز حاله بجای شما او پیش من می آمد. یعنی ای گپ آخرت است؟ پس درست است. باید یک راه حل پیدا کنی حمیده. نباید یه همه کوشش‌هایت ضایع شود. یک راه را پیدا کن که هوا را در قلب یوسف هم از بین ببری. حتی اگر به قیمت جانتان تمام شود. درست است وکیل صاحب. شما کارهای خود شروع کنین. البته به خاطر طلاق ما هر کار لازم است انجام بدین. باز به من خبر بدین. درست است. بچیم تو کجا بودی؟ یک دانیم. من بسیار به تشویشت شدم. کمی هوای تازه گرفتم. این از کجا پیدا کردی؟ از اتاق هوا گرفتم. یوسف بچیم، نمیفهمم که برات چی بگویم. دیگه هیچ چیزی برام نگوین. چطور چیز نگویم؟ چطور تحمل کنم؟ زندگی بچیم در مقابل چشمایم تباه میشه. بگونی چطور تحمل کنم؟ او هم فقط به خاطر یک دختر بی‌شخصی. بس است دیگه مادر، بس است. نمیخوایم چیزا بشنوم. درباره هوا چیز نگوین لطفاً. او دیگه مرده. بله مرده. ابی از او تمام عمرش با مکر و فریب سپری شده. بزرگترین رازش هم امرای جسدش یک جای دفن شد. چی گفتم میرین مادر؟ من میخواستم بچیم جگر خون نشه. میخواستم او را ناراحت نسازم. اما تو چی کردی؟
ها؟ بجایی ای که او دختر از ذهن و از قلبت بیرون کنی میخوایی عشقش جاودان بسازی؟ مادر بس است. بس نیست، هنوزم کم است. گوش کو چی میگم. وقتی تو و هوا از همدیگه جدا شدین باز او جونید چرا خواست که تو را از بین ببره؟ یک بار فکر کن. ایشی منی داره. شما چی میخواین بگوین؟ با این گپایتان میخواین چی را ثابت بسازین؟ میخوایم ای را بگویم که هوا قبل از که از بین بره از جونید حامله بود. برات خود گفتم که آمده نمیتونم، لطفا اصرار نکن. چرا دختر جان؟ دفعه قبل که آمده بودم خودت عذر میکردی که نرو. راست میگم و این بار فرق میکنه. برادری دختر آمده یعنی دم اینجا میباشه. خودش و پدرش کم بود کالوان بلای جان ما شد. میفهمی او یک آدم بسیار عجیب است. کاش میدیدیش که از دکتر چه قسم فرار میکرد. چرا دختر جان؟ آی من چی بفهمم؟ اونا خود گپای خود به من نمیگن. دیشب که آمده بودن در دهلیز بودن و در مورد کدام موضوع مهم با هم گپ میزدن، اما وقت مرا دیدن موضوع را تغییر دادن. از این نودا پیوند کن. سلام. حالا که تو سر او آدم به این اندازه مشکوک هستی، یک بار چهار طرف طبیبی میشه که همراه خود کدام بکس آورده باشه. ببین که داخلش چی است. بفرمایین. خانم پرستان میشه که از موبایلتون استفاده کنم؟ موبایل من شارژ خلاص کرده. البته بفرمایین. من میرم که شما بتونین به راحتی گپ بزنین. بله عادل مستم بیادر جونید. تو با کدام روی به من زنگ زدی جونید؟ بیادر هرچی بگوی یک داری اما ما غیر از تو کس دیگر ندارم که سرش اعتماد نکو. میفهمی که با خاطر تو سر ما چی بالای آمده ها؟ عقب جان بسی من زندگی ترم تلخ ساختم اما یه آخرین بار خواهد بود. راستش ما با پول ضرورت دارم. من بسیار زود. جونید تو چرا گپ من نمیفهمی؟ با خاطر که به تو کمک کردم محمد تمام جواهرات دکان ما دزدی کرد. اونا رو برام پس نمیده. حال هر جایی که هستی زود بیا تا ما نجات پیدا کنم. بیادر امیدم عادل هرچی لازم باشه انجام میدم. بس از دیگه مادر بس از. لطفا دیگه چوب باشین. بچیم اگه من چوب باشم چی فایده داره ها؟ با چوب بودن می حقیقت تغییر نمیکنه. او دختر به بسیار راحتی تو را فریب داده. بی از او خودتام شاهده. هزاران دروغش بودی اما بازم بخشیدیش. نه که حال میخوایی او خیانتشان ببخشی به لیاز خدا. بس است دیگه مادر. شما هیچ وقت هوا را دوست نداشتین. را میفهمم اما ما او را خوبتر از شما میشناسم. میفهمم که چی کده. همیشه همراه این فریب کاری کده. همیشه. اما تمام اونا را به خاطر انجام داد که مرا دوست داشت. مادر یوسف بچیم تو فکر میکنی که من برات دروغ میگم؟ اما تمامش حقیقت داره به خاطر که من این گپا را با گوشای خود از دکتر هوا شنیدیم. تا حالا چرا صبر کردین که حالا میگین؟ به خاطر که نمیخواستم تو را ناراحت بسازم و ایرام نمیخواستم که گناهش به گردن بگیرم. خب چی میکردم دیگه؟ خداوند ببخشیش. اما تو هر وقتی که او بیشرف توبه کردیم خدایا. اما وقتی که تو نخواستی که هوا را از قلبت بیرون کنی این خانه و خانم مقبولت رها کردی رفتی. باز ما هم تحمل کرده نتانستم. دروغ است. دروغ است. تمام این گپا دروغ است. باور نکنین. شما هوا را نمیشناختین. او هیچ وقتی کار انجام نمیداد مادر. او فقط مرا دوست داشتی را میفهمیدین. ما سر هوا این کاملا اعتماد دارم. تمام این گپا دروغ است. بچی شاید نخواسته که تو از این موضوع خبر شوی. شاید هم خواسته که این موضوع را تا عروسیتان ازت پنهان کنه. باز تو چرا اینقدر متعجب شدی یوسف؟ او
او کاراش به یادت نیست؟ او میخواست که او آدمای بیگناه را به زندان بندازه. این موضوعات از هم دیگه چی فرق دارن؟ او دختر حامله بود دیگه. ده یه جای شک نیست. مادر، این موضوعات از هم دیگه بسیار فرق میکنن. چرا درک نمیکنه؟ درست است یک عالم دروغ گفت، یک عالم فریب کاری کرد، اما کلش به خاطر بود که مرا دوست داشت. به خاطر کدام کار دیگه نه. توبه خدایا توبه. ای چه قسم دوست داشتن است یوسف؟ ها؟ دوست داشتن چی؟ یگانه خواستی او دختر فقط پول بود. ایره خودت هم میفهمی. هوا به خاطر ما حتی از جان خود تیر شد. وقتی او را رها کرده همراه با عروسی کرده مو خودکشی کرد. مرد. ایره چرا نمیفهمیم؟ یوسف، اگه تو ای گپ باور کنی یا نکنی، اگه تو جگر خون میشی یا نمیشی، امی گپ حقیقت است. برین مادر. دیگه به ما ای قسم گپای ناقه نگوین. به خاطر قناعت دادن تو ما باید چی کنم بچه؟ به تو چی بگویم تا باور کنی؟ ثابت بساز مادر. ثابت میسازم. اصل بدلی مرمیا را آوردن؟ برای ما ایره میفهمیم که از کدام اسلحه شلیک شده. بسیار خوب. یعنی فقط پیدا کردن اسلحه باقی مونده. از شما یه خواهش داشتم مدیسه. البته بفرمایین، میخواین چی بگوین؟ من کسی هستم که سبب شدم این مجرم به خانواده ما نزدیک شود. از این خاطر خودم مقصر فکر میکنم. من از شما خواهش میکنم که اگر درباره مجرم کوچکترین معلوماتم با دست آوردن مرا در جریان بانه. ما از امکاناتی که دارم استفاده میکنم. یک قسمی شاید در دستگیری او براتون کمک کرده بتونم. میبخشید. بفرمایید. خبر شدیم در جای مرا میپولی. هیچ دروازه نمونده باشه که تک تک نکده باشی. با اجازه تان چند دقیقه بعد دوباره پیشتم میام. درست است. در کدام جهنم هستی بدبخت؟ در بو جهنمی که قرار است هم بسوزی. تو با آدم شعر بازی میکنی. تصمیم به آخر تا شعر ماده. تو از لحره میخوایی یا نه؟ از تشنه میپرسی که آب میخوایی؟ درست است. پس 1000 لیره را آماده کن. اگر نه از لحره برات نمیتم. تو از حد خود مگذری چوچه مار. درست است، خودت میفهمی. درست است. هر قدر که خواسته باشی برات میتم. اما اگه ای دفعه هم اصل هر نیاری با گپا دراز نکن. کلیسای کنه رو خود دیدی. همونجا میبینمت. چی شده؟ پریشان معلوم میشی. بازم درباره هوا فکر میکنی؟ او هیچ وقت از فکرم دور نمیشه. به خدا خواهر، اگه من به جای تو می بودم باز سرش بسیار قار می بودم. من خود کدام منظور بدی نداشتم. یک قسم سیل نکو. شما خب بسیار با هم نزدیک بودین. باز تو به خاطر هوا چی کارایی را انجام ندادی؟ اما تا جایی که شنیدیم هوا همگی را با انگشت‌های خود رقصانده. دختر تو عقل خود از دست دادی ها؟ کس از پشت مرده قسم گپ نمیزنه. تو میخوای چی بگویی؟ درست است من دیگه در موردش چیز نمیگم. پیش از اینکه من چیز بگویم می قسم پیشانیت ترش کردی. وقتی بگویم شاید مرا مثل بادرنگ توته کنی. فقط کشت باز مس. خوب گوش که بر چی میگم. این ملاقه را داخل دهنه داخل کرده. تمام گپای درتا از اونجا بیرون خود کردم.
بگو چی گپ است؟ او هوایی که تظاهر میکرد به خاطر یوسف خان جان میته شنیدیم که از جونت حامله بوده. آقا رمزی گفتم باید همدیگه را ببینیم. چرا نمیفهمی؟ بله باید با همدیگه گپ بزنیم. حالا که اونجا نرفتی پس صبح وقت نزدیک پل همدیگه را میبینیم. از برای خدا چی گپ شده سلطانه؟ دایی خانه نی قاعده و نی قانون باقی مانده. بعد از گپایی که شنیدم که به من فکر مانده. هر کسی گپا گفته دروغ است. بس هر امینیم قسم میخورم تمامی گپا دروغ است. اقسم گپ وجود نداره. تو چی گفته میری سلطانه؟ من خود چیزی را نفهمیدم. هوا حامله نبود. اگه تو می بود من خبر میشدم. هر کس که گفته دروغ است. دروغ گفته. او تو را فریب داده؟ امکان نداره. چطور امکان نداره؟ او دختر در پیش چشمای ما 1000 قسم بازی انجام داد. یادت رفته؟ خودت شاید نبودی که او با مکرش چه قسم همه گیر فریب داد؟ باز تو چطور اینقدر مطمئن هستی که او عامله نبوده؟ نه خیر. نه خیر. شما هر چی که فکر میکنین فکر کنین، اما تیگه وجود نداره. ببینین اگه ای چوری خوده به دست خود داخل کنم به هر اندازه که دستم خون بریزه، با مو اندازه مطمئن هستم که هوا کفن پاک پوشیده. گپ ما گوش کو سلطانه. بیشتر از این اعصاب مرا خراب نساز. به خاطر او دختر فریبکار زندگی یوسف بچیم تباه میشه. باز تو چرا از او دفاع میکنی ها؟ او دختر دیگه مرده، حالی هم در زیر خاک است. لازم نیست گناهش ناحق در گردن بگیری. تو متوجه کار خود باش، فهمیدی؟ محسن استعفا میده. 1000 کار دارم اما هیچ کس نیست که مرا جای برسانه. زود باش یک راننده پیدا کن. منور. حالا دیگه دخترم چقدر وقت ضایع میسازی بلیاز خدا. مادر جان ما اونجا رفته باباده چی بگویم؟ این مشکل خودشان است، پس بانین که خودشان حل بسازن. لطفاً تو هم مثل پدرت گپ نزن. بیبی وقت پشت اونا رو رها کردی چی شد؟ گپشان به طلاق رسید، میخواین از هم دیگه جدا شون. گوش کو که من برات چی میگم. او گپ تو را قبول میکنه، هم سنش هستی، گپای مرا درک نکرد اما گپای تو را درک میکنه. برش بگو بیادرم پشیمان است. بگو بدون تو بوده نمیتونه. یک کار بگو دیگه، من چی بفهمم جانم. خاله سلطانه چی شده؟ از جنجال ایام خلاص شده نتانستیم. اوف خب بر صورت حالا گپای سلطانه ربان به گپای ما گوش کو. مادر جان ببینین من میفهمم که نیت شما نیک است، اما باید ایران به یاد داشته باشین که اگه در این کار مداخله کنین باز وضعیت بدتر خود شد. منور جان صدقه چم تو میخوایی وقتی که ازم دیگه طلاق گرفتن باز ما در بینشان مداخله کنم ها؟ حالا جانم حالا برو کار را که میگم انجام بده. تو در اینجا چی میکنی؟ لباس ها رو من شستن میدارم، گفتم اگه لباس های شما چرک باشه به تو. نمیخوایم. شما میخواین بیرون برین؟ با تو چی؟ تو فقط متوجه کار خود باش. شما خوبی رو نمیفهمین.
من میخوایم لباس عروسی ما پاک بپوشم. من از او دخترایی که فکر میکنی نیستم یوسف خان. قسم که آخرین بار برات گفته بودم من تو رو در حال قبول دارم هوا. حتی اگه هیچ حرکت نکنی، اگه هیچ چیز نشنوی، بازم من سر گپ خود استاد هستم. به خاطر سلامتی در کار انجام میدم. اگه لازم باشه جان خدا فدایت میکنم. تا فردا و ماشین اینجا خواهد بود. با جونت خود باور داشته باش. میشه از اینجا بیرون برین؟ مریض باید تنها باشن. آقا جلال منور. چطور هستین؟ خوب هستم. خیرت باشه. تو اینجا چی میکنی؟ با تشویش باده بودم. مام اما داخل رفتن نتونستم به خاطر که گمش کوبانش. جگر خون نشین. میفهم شما واقعا روزای سخت را سپری میکنین، اما این روزا میگذره. به نظر ما اونا نباید ازم دیگه طلاق بگیرن. چی شده؟ آمده که پول به دستای خود تسلیمم کنی؟ ما به این قسم کارا وقت ندارم آقا رمزی. اگه میخوایی باقی مانده پولتا به دست بری، باید به من یک خوبی دگام انجام بدی. قسم نمیشه خانم حمیده. این ماده نو دیگه از کجا شد؟ یک دقیقه گپ من قطع نکن. یک بار خو گوش کو آقا رمزی. تو گفته بودی به خاطر نجات زندگی دخترم هر کار را انجام میتم، اما تو نیست. گفتم حالی هم میگم. خوب است. پس تو باید به یوسف یک گپ بگویی. کدام گپ بگویم؟ باید به یوسف بگویی که هوا قبل از مرگ خود از جونتام میاد و جونتام به همین خاطر بالا یوسف شلیک کرد. پس به خاطر که من در مورد طلاق خبر نشم نخواست همراه من گپ بزنه. تو با فرار کردن چی بد سات آورد؟ لطفاً ببینین اگه با این قسم وضعیتتان پیش باده برین باز کل چیز خراب خواهد شد. خواهش میکنم لطفاً بشینین که با هم کم گپ بزنیم.
لطفاً. او به خاطر فرار کردن از شما این کار نکرده. شاید خواسته که کم تنها باشه. بهترین راهی است که اونو را با این مشکلشان خودشان حل بسازن. یعنی چی؟ منظورت است که من قسم چوب باشم؟ بله. باور کنین چوب بودنتان نسبت به مداخلهتان بسیار خوب خود بود. کاش که در زندگی ما مداخله نمیکردن. شاید ما به اندازه باده قوی نبودم. شاید میترسیدم. اما تنها خواسته می بود که با کسی باشم که واقعا دوستش دارم. نتونستم به خاطر که زیاد مداخله کردن. باز ما هم خواستم که خانواده‌ام درباره آینده‌ام تصمیم بگیرن. بدبخت شدم. تمام آرزوهایم از بین رفت. با وجوده که میفهمیدم اون انسان لیاقت این مجادله مرام نداره، اما میخواستم میره با چشمایم ببینم. جگر خون شدم به خاطر که مثل تو یک دختر مقبول رنجاندن جگر خون شدم. اما هنوزم بسیار جوان هستی. مطمئن باش که در زندگی چیزای به دست خواهد آوردی که از گذشتت که خوبتر خواهد بود برد. من یک بار پیش بادم میرم. شاید اجازه به تدخل برم تا وقت شما مصابتانه آرام بسازین آقا جلال. تو برای چی فکر میکنی؟ این جرأتت به خاطری است که من ناچار هستم و دستمند هستم؟ تو واقعا شرم نداری حمیده ها؟ تو دختر من پیش از مردن دفن کردی اما اجازه نمیتم نامش لکه‌دار بسازی. خودت میفهمی. پس به درد خود یک درمان دیگه پیدا کن. متعرف مزایکو. ما و تو با هم یک قرارداد داشتیم. اگه کاری کنی که مخالف باشه باز براتش خوب نخواد شد. تو هنوز مرا درست نشناختی خانم. درست است که من رسوا میشم اما تو را می قسم آرام نمیمانم. پیشم اگه میرم و جیغ زدم میگم که هوا زنده است. چقدر خوب. چقدر کار خوبی میکنی. باز تو رام به خاطر فریبکاریایت به زندان مندازم. در اونجا پوده میشی. هوا دخترتان در هر شفاخانه محتاجی ای و او شده خاتمه. باز وقت میفهمی که ای کار به ضرر کی بوده. اگه ما به جای تو می بودم باز در مورد ای پیشنهاد یک بار فکر میکردم. در ضمن تو هنوزم محتاج ما هستی. ای گپا فراموش نکنی. لعنتی.
ای اسلحه چی شد؟ خدایی اسلحه چی شد؟ چطور هستی؟ غذام نخوردی؟ هیچ اشتباه ندارم. مرا چطور پیدا کردی؟ مادرم برام گفت. تا با من یک مسئولیت بزرگم سپرد، گفت که باید ترقانی بسازم. البته که من یک قسم یک نیت ندارم. این موضوع فقط مربوط تو بیادرم میشه. راستش ما به تشویش تو بودم. فکر کردم که شاید به خاطر رفع خستگیت به تفریح ضرورت داشته باشی. از همین خاطر آمدم. هیچ دلم نمیشه که تفریح کنم. فقط میخوایم برای یک مدت از خانه دور باشم. درست است. پس سردی ما همینجا می باشیم. یوسف چطور است؟ از صبح تا هیچ ندیدیمش. اما مطمئن هستم که خوب نیست، به خاطر که نمیخواست قلبت بشکنه. تحمل کردن درد و غمی که در قلبش است برش مشکل است. با ما مشکل است منفر. بسیار یک احساس بد دارم. یک بار دلم میشه که به همیشه از اینجا برم، اما یوسف رها کردن نمیتونم. نمیخوایم یوسف اینجا تنها بانم. ازش عصبانیم بوده نمیتونم. سر یک نفر به خاطر که کس دیگر دوست داره عصبانی بوده میتونیم. اما امام بسیار پشتش دق شده. هیچ نمیفهمم که چی کنم. بعض آدم ها با وجوده که میفهمن عاقبتش فقط درد است، بازم ازش منصرف نمیشن. میفهمی؟ عقلت میگه به خاطر که ازش نجات پیدا کرده بتانی او را برمیش از قلبت بیرون کن، اما قلبت میگه کمش همراهش برو، هر جایی که رفت تو همراهش برو، جایی که هیچ کس شما را نشناسه. اما همیشه گپره که قلب انسان میگه درست میباشه. هیچ باورم نمیشه. این تیکت تیار است باده؟ خوش ساختن تو از همه بیشتر وظیفه من از دختره. همی که سیرومتا برات فصل کنم جنجال امروزت خلاص میشه. در کجا پتش کردی؟ شما در مورد چی گپ میزنین؟ بسیار خوب میفهمی که چی رو میگم. دختر رو با ما بده زود باش. با خدا قسم به چیزی رو نگرفتی. دختر گپ مرا گوش کوی کار رشخندی نیست. هر جایی که پتش کردی برو بیارش. به غیر سود کده یولیکی از دختر همه. هر چیزی که گم کردین خودتان پیدا کنین. من چیزی رو ندیدین. خدا من لعنتت کنم. باز کجا سوری کی گرفته؟ چی میکنی تو احمد؟ چرا قدر سر صدا میکنی؟ چیزی نیست پدر. سیروم آواز پیش پرستار افتاد از این خاطر از حالا توی گپاربان چی کردی؟ پول پیدا کرده تانستی؟ نه خیر. اما تشویش نکنین. پیدایش میکنم یک مشکل خورد پیش آمد. جونه دعوا از بین میره.
من میرم پدر. 2 ساعت بعد پس میام. کبیر با خدا یه آدم عادی نیست. کدام مشکل روانی داره. کم مونده بود من از بین ببره. تو زیاد خدا به اون نشان نده. ما تا شام خودم جمعی رسانم گلم. ببینم که احمق امرای تو چی مشکل داره. درست است اما ناوقت نکنی. هوا حتی بعد از مرگم تو را راحت نمیمانند. تو آرام نمیباشی به خاطر که او حمیده هیچ وقت پشت تو را اعلان نمیکنه. بعد از مرگ تو یوسف بچم کاملا مثل دیوانا رویه میکنه. قلب حمیدان به خاطر همی آتش گرفته. فقط به خاطر که یوسف تو را فراموش کنه باشه. او زن میخواه که نام تو را لکه‌دار بسازه. دوایل خو درباره تو چیزی نمیگفت، اما وقتی که دید یوسف به یاسانی تو را از قلبش بیرون نمیکنه، میخواه حالا به تو تهمت بزنه، یه قسمی تو را از قلب یوسف بیرون کنه. تصمیم داره عشق پاک شما را غلط ثابت کنه. خدایا تو مانع او زن شو. تو مانع شو که یوسف بچم گپای مادرش نه در مغزشو نه در قلب خود جای بده. تنها به عشقی که در قلبش اعتماد داشته باشه. یوسف بچه میره خوب میفهمه که چطور از عشقش محافظت کنه. اما وقتی که حمیده تصمیم بگیره باز حتی از جان خودم گذاشته، خدا به مقصدی که داره حتما میرسانه. هر کس هر چی که میخواه بگویه، اما من تو را از دیگاه کده بهتر میشناسم. از همون روز اول که یوسف دیدی عاشق او شدی. دیگه در مورد هیچ چیزی فکر نکردی. همیشه برای نمیگفتی که تمام مال دارایی از تو باشه. من فقط عشق یوسف میخوایم. همیشه سر عشقت افتخار میکردی و سر قسم بلند میگرفتی. از همین خاطر من از کلگی کده بهتر تو را میشناسم. هم از ظاهر و هم از باطن. خود از بین برده، اما در مورد خیانت تو فکرم نکردی. همینجا جای نشانی باشه. من مطمئن هستم که خائنای اصلی خود اون هستن. حتما کدام گپ هست، اما از من هیچ گپ پنهان نمیمونه. تو ایره میفهمی. تمام درد و غمی که به ما دادن به خودشان داده، پیش همگی شرمنده نسازمشان. نام امام سلطانه نباشه. دوست، وضعیت ما را میبینی؟ در این دنیای بزرگ ما و تو با هم دیگه تنها ماندیم، بیچاره و یتیم. بله یولماس خان. تو کجاستی خانم حمیده؟ جان من صبح که از خانه برآمدی تو حالی ندیدیم. تو نه خبرت دارم صدقیت شوم. چی کردی؟ باده را پیدا کرده تانستی؟ پیدا کردم. حتی امروز گپم زدم، اما قلب او دختر بسیار شکسته یولماس خان. به خدا هیچ نمیفهمم که عاقبت این 2 نفر چی خود شد. فهمیدم حمیده. خب حال تو کجاستی؟ دلم نشد که خانه برم. خواستم کم قدم بزنم. خود جگر خون نساز حمیده. بان که هر کار خودشان میخواین انجام بدن. آی راست میگی یولماس خان. اما هم دیگه خسته شدیم. هر کار که میخواین انجام بدید. دیگه برام حوصله نمونده. تو کجا هستی؟
ما در دفتر هستم، یعنی در شرکت هستم. بسیار کار یوسف انجام دادن باقی مانده. ما می‌خواستم که اونا رو انجام بدم. اگه شب ناوقت آمدیم باز به تشویش نشید. درست است؟ درست تو هیچ عجله نکن. باز شب همدیگه را می‌بینیم. خب دیگه، خداحافظ. قسمه که میفهمین در کاربار مصروف هستم. پس من زیاد وقت شما را نمیگیرم. دکتر صاحب، من از شما یک خواهش دارم، اما این آخرین بار خواهد بود. البته پاداشش مثل دفعه قبل دریافت خواهد کردیم. بفرمایین مشنو. من هر چیز زودتر به یک گزارش معاینه ضرورت دارم. من میخوایم یک گزارش بسازیم که ثابت بسازه هوا پیش از مرگش حامله بوده. شما میخواین که من این وظیفه خود از دست بدم خانم امیده؟ خاله؟ بچه با خدا بسیار ترسیدم. با تشویش تو بودم، خواستم خبرت بگیرم، اما من از سگ بسیار میترسم. او به کسی ضرر نمیرسه. بیاین داخل. زنده باشی بچه. چطور هستی؟ بهتر شدی؟
یلماز بچه، چرا خودت در این دکان زندانی ساختی؟ تو از خود اقارب یا کدام دوست نداری؟ راستش دوستا خود زیاد هستن، اما از اقارب ما هیچ کس نمانده. در این وضعیت انسان با اقارب و دوستای خود ضرورت می داشته باشه. خب چی کردین؟ مراسم تدفین و تکفین خلاص شد؟ بله خلاص شد خاله. کاکا یلماز زنده باشه بسیار کمک. من هیچ تنها نموند. یلماز خان یک انسان بسیار مهربان است. در ضمن اونا تو را بسیار زیاد دوست دارن. ما اونا را زیاد دوست دارم. از طفولیت تا حال دستش بالای سرم بوده. همیشه با ما خوبی کردن. گفتی که پدر نداری، همه تو نیست؟ حتما او هم فوت کرده. من اونا را هیچ نمیشناسم خاله. وقتی پدرم دستکاری فوت کرد مادرم حامله بود. تقدیر است دیگه. پدرم و کاکا یلماز دوره عسکری را در مرز یک جای سپری کردن. وقتی پدرم فوت میکرد کاکا یلماز پیششان بود. پدرم مرا به اونا امانت مانده. زنده باشن مرا مثل اولاد خود فکر کردن. گفتی میرزفون فکر نمیکنی که انتقا باشه؟ من فکر میکنم یلماز خان عسکری خود در انتقا سپری کردن، اما نه خیر خاله، مادرم گفته بود که در مرز بودن. خب پس حتما من غلط فهمیده. مادرم نزمی خاطر نام ما یلماز مانده، به خاطر که پدرم خواسته بود. تقدیر است دیگه. سلام علیکم آقا حسین. او یلماز خان چطور هستین؟ شفا باشه. یوسف بچه مال چطور است؟ خدا را شکر، حال از قبل کده بهتر شده. در خانه استراحت میکنم. بسیار خوش شدم. راستش ما بسیار به تشویش یلماز بودم. خانهش رفتم اما اونجا نبود. در دکان است؟ بله در دکان است. یک تخت پیدا کرده همیشه همونجا استراحت میکنه. میگه نمیخوایم خانه برم، به خاطر که درای او خانه یاد و خاطرات مادرش است. وقتی به خانه بره زیادتر جگر خود میشه. چند بار برش گفتم که خانه ما بیا، اما هیچ قبول نمیکنه. بیچاره پدر نداشت، حالا که مادرش هم نیست بسیار تنها شده. من یک بار پیشش رفته احوالش هم درست از ما یک کم کار دارم. به امیدی دیدم. میشه که یک باری عکس‌ها را ببینم؟ البته خاله. آی وای، تو بسیار خورده دوست داشتنی بودی. خداوند رحمتش کنه. میبینی بچه، معلوم میشه که عکس پدرت پیشت نیست. یگان عکس عروسی یا عکسایی که در دوران عسکری همراه یلماز خان گرفته باشند پیشت است؟ کاش که می بود. وقتی من خورد بودم در خانه ما آتش سوزی شده. باز تمام اسنادا و عکس‌ها که از پدرم مانده بود سوختن. فهمیدم. خب حالا چی میکنی؟ یعنی قسم خونه میشه که تمام عمرت در این دکان سپری کنی بچه؟ دیگه قسم وقتم سپری نمیشه خاله. به از او حال دیگه به من کدام هدف مشخص و امید به زندگی نمونده. فقط منتظر مرگم هستم. چرا تو میگی؟ تو هنوز بسیار جوان هستی بچه. صبر داشته باش و کوشش کنی درد و رنجه بر همیشه فراموش کنی. باید به زندگی امیدوار باشی. باز کل چیز به حالت اولش خواهد آمد. حال دیگه ما باید برم. من در قصر میباشم یلماز بچه. هر وقت که به هر چیزی ضرورت داشتی پیشم بیا و هیچ نشن. درست است خاله، زنده باشی. با شما هم درد سر جور شدیم. لطفا قسم نگو. بچه مام از پیشم دور است. هر وقت که تو را میبینم او به یادم میآید. متوجه خود باش. درست است؟ خداحافظ. پس یکی از وارثای یلماز خان جیغلوها در اینجا زندگی میکنن.
پدر از دیگه حتما به تشویش بچه خود می باشم.